آمدن موسی یکم واقع نگر باش. خدا هم به انسان عقل داده. بابا فرار تا کی؟ دیدی از آخر بیچاره شدیم. من از اول گفتم با این فرعونیان در نیفتید. جان ما موسی از خر شیطان پیاده شد. این طرف من لشکر، این طرف من آب. چه کنیم؟ من چه میگویم؟ این چه میگوید؟ خدا یا محمد چرا انقدر بازی میکنی؟ یکم واقع نگر باش. خدا به انسان عقل داده. جنگ کاکی الان شما در اوج ضعف و درماندگی هستید. این خندق که نمیتواند تا ابد نزد شما مراقبت کند. بگم نمیبینی سوارهاشان را؟ بگم نمیبینی پیاده نظامیشان را؟ سپهسالارشون اوه این عمر عبدوبعد را نگاه کن. ببین چقدر گنگ است. با جان خودت و زن و بچه و این مردم بازی نکن. از در برادری وارد شوی به تو رحم میکنند. چی؟ باز آیه قرآن میخوانی برای من؟ از ما گفتن بود. آقای خمینی دقت کنید، یکم واقع نگر باشید. آقا خوب نیست من به شما بگم خدا به انسان عقل داده. جنگ و مبارزه تا کی؟ خوزستان و کردستان رو بدیم به صدام. قال قضیه رو همین اول بکنید، موقعیت رو درک کنید. آقا ما تازه انقلاب کردیم، این همه مشکل اقتصادی معیشتی داریم. آقا چجوری میخوام در مقابل ارتش تا دندان مسلح صدام بایستیم؟ کل دنیا با تمام امکانات و تکنولوژیش آقا پشت صدام محکم واسادن، مثل ریگ پول میریزن به پاش. ما چی داریم؟ نیروهامون که یک مش بچه کم سن و سال یا اورسا و بنا و کشاورز دهاتی. آقا یکم واقع نگر باشید. خدا به انسان عقل داده. دشمن گفتن تا کی؟